آفتاب دربند. امام موسی بن جعفر ملقب به کاظم در سال 128 هجری قمری چشم به جهان گشودند. ایشان بعد از پدرشان امام صادق علیه السلام هفتمین امام شیعیان لقب گرفتند. دوران 35 ساله امامت ایشان با 4 خلیفه عباسی، منصور و هارون که 2 تن از مقتدرترین ها و هادی و مهدی که 2 تن از جبارترین حکام عباسی به شمار می آمدند مصادف گردید. آن زمان اوج قدرت عباسیان بود، چرا که فقه و حدیث و شعر و هنر در خدمت حکومت بود و زر و زور برای علم و فرهنگ معیار تعیین می کرد. در این دوران نمانند 10 سال واپسین دوره بنی امیه قیام‌هایی صورت گرفت، نمانند سالهای آغازین خلافت عباسیان حکومت با تهدیدی روبرو شد و نمانند دوره پس از هارون پایه‌های حکومت توسط شورش‌ها به لرزه آمد. همه اینها باعث شد که امام کاظم علیه السلام به ناچار با تقیه زندگی کنند، اما با این حال چندین بار توسط مهدی و هارون عباسی زندانی شدند. از امام موسی کاظم علیه السلام مناظرات و گفتگوهایی با برخی خلفای عباسی، یهودیان و مسیحیان و ابو حنیفه نقل شده است. ایشان در این حال که تقیه را سرلوحه رفتارشان قرار می‌دادند، پیوسته در این مناظرات سعی می‌کردند از عباسیان مشروعیت زدایی کنند. در کتاب انسان 250 ساله می‌خوانیم زندگی موسی بن جعفر یک زندگی شگفت‌آور و عجیب است. هیچ کس از نزدیکان آن حضرت و خواص اصحاب آن حضرت نبود که نداند موسی بن جعفر برای چه دارد تلاش می‌کند. حتی در محل سکونت آن اتاق مخصوصی که موسی بن جعفر در آن می‌نشستند این جور بود که راوی که از نزدیکان امام است می‌گوید من وارد شدم، دیدم در اتاق موسی بن جعفر 3 چیز است. یکی یک لباس خشن، یک لباس که از وضع معمولی و مرفه و عادی دور است، یعنی به تعبیر امروز ما می شود فهمید و می شود گفت لباس جنگ، و شمشیری را آویختند و یک قرآن. ببینید چه چیز سمبولیک و چه نشانه زیبایی، نشانه های یک آدم جنگی مکتبی. شمشیری هست که نشان می دهد هدف جهاد است، لباس خشنی هست که نشان می‌دهد وسیله زندگی خشونتبار رزمی و انقلابی است و قرآنی است که نشان می‌دهد هدف این است، می‌خواهیم به زندگی قرآنی برسیم. امام کاظم علیه السلام چندین بار در دوره امامتشان از سمت خلفای عباسی احضار و زندانی شدند. اولین بار توسط مهدی عباسی این کار صورت گرفت. در دوره هارون نیز امام 2 مرتبه طعم زندان را چشیدند که در مرتبه دوم در زندان فضل بن ربیع در بغداد به شهادت رسیدند. در زیارتنامه امام کاظم علیه السلام با عبارت المعذب فی القعر السجون، یعنی کسی که در سیاه چالها شکنجه میشد، به ایشان سلام داده شده است. مردم ایران به فرزندان بزرگوار آن حضرت، به ویژه امام رضا، حضرت معصومه و احمد ابن موسی ملقب به شاه چراغ ارادت ویژه‌ای دارند.